با چشمهای نیمه باز دستشو برد سمت با تختی گوشی رو برداشت. آراد، صبح بخیر خانم آفتاب پرست. خواب خوش دیدی. کنارش یه ایموجی چشمک بود. مونا لبخند زد و نوشت صبح تو هم بخیر آقای جادویی. خواب آره، پر از اتفاقای عجیب. گوشی رو گذاشت کنار، کش و قوسی اومد و رفت سراغ دستشویی. وقتی از همون اومد بیرون یه چیزی یهو یادش افتاد. شب قبل توی گروه ستایی خفن که خودشون ساخته بودن، هانیه یه اسکرین شات گذاشته بود از بیس آراد. اون موقع فقط با خنده ردش کرده بود، ولی حالا انگار جمله هاش خیلی آشنا بود. رفت سراغ چت‌های دیشب با آراد. یه جمله خاص رو پیدا کرد. آدم بعضیا رو که میبینه حس میکنه سالهاست میشناستشون. چشماش تنگ شد. همین جمله رو هانیه هم فرستاده بود. با صدای بلند گفت نه، امکان نداره، شاید فقط تصادفیه. ولی چیزی ته دلش قلقلک میداد. یه چیزی مثل شک. رفت سراغ نفیسه. یه ویس براش فرستاد. نفیسه، یه چیزی بپرسم بدون اینکه فکر کنی؟ آراد تا حالا بهت ویس داده یا یه چیزی گفته که حس کنی خاصی براش؟ نفیسه جواب نداد، فقط سین کرد. یه ساعت بعد فقط یه پیام فرستاد. نفیسه، چرا اینو پرسیدی؟ مونا بهش چیزی نگفت. هنوز مطمئن نبود. فقط نوشت بی خیال، شاید فقط من زیادی حساسیم. اما حالا 2 چیز روشن بود. آراد ممکنه داره یه بازی میکنه. مونا هنوز نمیدونه باید به کی اعتماد کنه. اون روز وقتی هر 3 دختر توی کافه همیشگیشون جمع شدن، آراد هم اومد با اون لبخند همیشگی، اون نگاه خیره‌ای که انگار فقط مخصوص توئه. و هر کدومشون یه لحظه تو دلشون فکر کردن اون الان داره بیشتر به من نگاه میکنه یا به اونا، اما هیچ کدوم نگفتن چی تو دلشونه. فعلا هنوز دوست بودن، اما این فقط شروع شکستن آینه بود. فصل 5. خداحافظی با بیخیالی. اون روز عصر هانیه یهویی دلش گرفت. بدون دلیل خاص، از اون دل گرفتگی که نمیتونی توضیحش بدی، فقط حسش میکنی. پنجره اتاقو باز کرد. صدای بوق ماشینا با باد سرد خورد توی صورتش. توی گروه خبری نبود. 9 مونا پیام داده بود، 9 نفیسه. عجیب بود. معمولاً هر شب چند تا مسخره بازی و بیس و استیکر ردو میشد. الان سکوت مطلق. با خودش گفت شاید هر کدوم سرش گرمکاریه، شاید فقط من زیادی حساسم. گوشی رو برداشت. پیام داد به آراد. هانیه کجایی؟ یه لحظه فقط دلم خواست صداتو بشنوم. 1 دقیقه بعد ویس اومد. همین نزدیکیم، ولی با یکی قرار کاری داشتم. توی خوبی؟ دلتنگ شدی؟ با یه خنده نرم آخر ویس. همون لحظه نفیسه توی کافه نشسته بود. روبروی یه پنجره. قهوه تلخ همیشگیش روی میز. داشت پیام‌های قدیمی آراد رو بالا پایین می‌کرد. یه دفعه چشمش افتاد به یک استوری جدید از مونا. یه عکس از یه ماگ قهوه. همون کافه‌ای که الان خودش توشه، با همون زاویه. چشماش گشاد شد. سرش را به آرومی چرخوند. اون گوشه ی کافه مونا نشسته بود. تنها نبود. آراد کنارش بود. یه دستش روی میز، یه نگاه خیره، همون لبخند لعنتی. مونا هم میخندید با اون لحن بازیگوش همیشگیش. نفیسه نفسشو حبس کرد. سری سرشو پایین انداخت. گوشی رو برداشت. بلند شد. بی سر و صدا از کافه رفت بیرون. قلبش میکوبید. نه از حسادت، نه فقط از ناراحتی، از دروغ، از پنهانکاری، از اینکه یه چیزی داره توی دل این دوستی میپوسه. تو راه برگشت. فقط یه پیام به هانیه فرستاد. نفیسه، امشب حس غریبی دارم. یه وقتایی آدما هم‌بنقدری که دوست داشتنی آن میتونن ترسناک باشن. هانیه تایپ کرد چی شده، ولی نفیسه فقط سین کرد. و اون شب مونا 9 چیزی گفت. 9 لو داد که با آراد قرار داشته. فقط تو گروه فرستاد. مونا، امشب زیاد حرف نزنی، دلم یکم سکوت میخواد. 3 تا دوست، 3 تا دل و یه پسر که توی تارو احساساتشون داره همه یه چیزو میکشه سمت خودش. آینه ترک برداشت، ولی هنوز نشکسته. فصل 6. نقش بازیگر یا قربانی. نفیسه اون شب تا دیر وقت بیدار موند. چای دوم، سوم، پنجره باز، دفتر خاطرات جلوش، ولی دیگه 9 دل به دماغ نوشتن داشت. 9 تمرکز برای درس. فقط یه سوال توی سرش میچرخید. مونا میدونه یا خودش هم بازی خورده؟ اون صحنه توی کافه هی جلوی چشماش رژه میرفت. مونا که میخندید و آراد که یه وری نگاش میکرد با اون نگاه لعنتی. همون نگاهی که نفیسه رو هم جذب کرده بود، که فکر میکرد فقط خاص خودشه. تصمیم گرفت از این به یکم فاصله بگیره، کمتر پیام بده، فقط نگاه کنه، رد رفتارها رو بگیره.
3 روز گذشت. توی گروه همچنان همه مود عجیب داشتن. نه شوخی، نه ویس، نه دل گفتگو. تا اینکه پنجشنبه شب یه اتفاق عجیب افتاد. نفیسه با یه اکانت فیک وارد دایرکتارات شد. اسم اکانت صادق 72، یه اسم خنثی، بدون عکس، بدون فالوور، فقط یه پیام فرستاد: سلام، هنوز با اون دخترا میچرخی؟ ستایی عاشقتن، مواظب باش یکیشون لو ندنده. و باور نمی‌کرد. آراد دقیقاً 5 دقیقه بعد جواب داد: آراد، لوندن. مگه چیزی هست که لو بره همشون فکر میکنن خاصن؟ ولی خب وقتی آدم نیاز به کمک داره باید بلد باشه چجوری بازی کنه. نفیس خشکش زد. گوشی از دستش افتاد روی میز. دست‌هاش سرد شد. مثل یخ. آراد واقعاً داشت بازی میکرد. پس همه اون حرفا، ویس‌ها، شب خیرها دروغ بود. اون شب تا صبح پلک رو هم نذاشت. از اون روز نفیسه شروع کرد به زیر نظر گرفتنش. رفت سر کلاسایی که حتی لازم نبود بره، فقط برای اینکه ببینه آراد با کی حرف میزنه، کیو بیشتر نگاه میکنه. و یه شب وقتی دید آراد و هانی جلوی ساختمون دانشگاه ایستادن، خیلی صمیمی، خیلی نزدیک، دلش شکست. نه فقط از آراد، از همه چی، از خودش، از هانیه، از دنیا. ولی هنوز به کسی چیزی نگفت. چیزی تو دلش میجوشید. یه حس تلخ، انتقام، شاید افشا، شاید، یا شاید فقط دلش میخواست بدونن گول خوردن. آینه داره میشکنه.